با سلام، من در کانال تلگرام یک چالشی به عنوان چالش 100 روزه در نظر گرفته بودم که در اون چالش قرار بود من هر روز یک تکنیکی رو برای اون افراد شرح بدم و راهکارهایی رو برای اینکه توسعه فردی خودش رو افزایش بدن و تقویت کنن ارائه بدم. در حالی که بعد از چند هفته به مشکلاتی برخوردم که نتونستم من اون کار رو انجام بدم و دوباره این کار رو الان شروع کردم و این نشون بده که من کمالگرایی رو کنار گذاشتم و به این فکر نمی‌کنم که اگر مثلا یک روز رو انجام ندادم دیگه اون کار رو بذارم کنار. که اینجا ما تفکر همه یا هیچ رو هم در نظر میتونیم بگیریم که این تفکر یعنی یا همه چیز باید کامل باشه یا اگر کامل نبود به درد نمیخوره که ما این تفکر رو باید از خودمون دور کنیم. چرا؟ چون باعث جلوگیری از پیشرفت و ناامیدی ما میشه و ما کمالگرایی مضر و کمالگرایی سالم رو داریم. کمالگرایی سالم کمالگراییه که ما با کمک اون میتونیم چیزها رو بهتر انجام بدیم و کمالگرایی منفی اینه که شما به خاطر کامل بودن هر چیزی دست به اقدام نمیزنید یا از اقدام کردن دوری بکنید که به این کمالگرایی منفی میگن. یعنی اینکه شما استانداردهایی رو برای خودتون تعیین میکنید که این استانداردها ضررش بیشتر از سودشه برای شما. شما باید از خودتون سوال کنید که آیا کامل بودن عامل رسیدن به موفقیت و آیا میترسید که ایده ها و افکار خودتون رو با دیگران به اشتراک بذارید زیرا میترسید که اون ایده کامل نباشن و یا مورد قضاوت قرار بگیرید؟ اگر جواب شما بله است، از شما میخوام که به توماس ادیسون فکر کنید، چون او خیلی شکست خورد تا آخر تونست لامپ رو اختراع کنه و همچنین میتونید به استیو جابز نگاه کنید و فکر کنید که او پس از شکست ها و شکست های متوالی و درس گرفتن از شکست هاش تونست آخر برنده اپل رو برای خودش دست و پا کنه. چرا ما باید کمالگرایی مضر رو کنار بذاریم؟ چون باعث بشه که ما بیش از حد تفکر کنیم و کم کم باعث بشه که ما در تصمیم گیری هم دچار اختلال بشیم و همچنین نتونیم تصمیم‌های درستی برای خودمون بگیریم و همچنین باعث اهمال کاری میشه و همین باعث بشه که ما هیچ وقت شروع نکنیم یا هی بگیم از این هفته یا از شنبه شروع میکنیم که این خودش منجر به افسردگی و همچنین منجر به فرسودگی میشه و در دراز مدت چون ما اقدامی انجام نمیدیم همین باعث بشه که کم کم اعتماد به نفسمون هم کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفسمون هم از دست بدیم و همچنین چون ما خودمون رو بی‌عیب و نقص نشون بدیم باعث بشه که ما استرسمون و اضطرابمون افزایش پیدا کنه و همچنین چون ما میترسیم که شکست بخوریم و میترسیم که ایده‌های جدیدی رو کشف کنیم باعث بشه که خلاقیتمون کاهش پیدا کنه و همچنین دست به خلاقیت نزنیم. راهکارهایی که برای کمالگرایی در اینجا برای شما در نظر گرفتیم چند مورد اولش اینه که شما نقص رو بپذیرید و بدونید که شما قرار نیست همیشه کامل باشید و دنبال کامل بودن نباشید و بپذیرید که ما انسان‌ها دچار نقص هستیم و نقص‌هایی در ما وجود داره و از خودتون سوال کنید که چه رویاها و ایده‌هایی بوده که به خاطر کمالگرایی شما اونها رو از دست دادید و حتی حاضر به انجام دادنش نبودید و بهتره که روی پیشرفت خودتون تمرکز کنید به جای اینکه بر روی کامل بودن تمرکز کنید و بدونید که رسیدن به موفقیت با گام‌های کوچک صورت میگیره و شما با برداشتن گام‌های کوچک و شکست‌های کوچک کم کم به سوی موفقیت گام برمی‌دارید و اشتباهات و شکست رو به عنوان فرصتی برای رشد در نظر بگیرید و از اشتباهاتتون و شکستاتون درس بگیرید و اونها رو اصلاح کنید و دوباره به مسیر خودتون ادامه بدید. و همچنین مورد آخر که خیلی مهمه اینه که با خودتون مهربون باشید و شفقت به خود رو در اولویت قرار بدید و یاد بگیرید که با خودتون رو سرزنش نکنید و از خود سرزنشگری دور بشید. ما در آخر کتابی برای شما در نظر گرفتیم به اسم کتاب موهبت کامل نبودن از برن براون که این کتاب برای کسانی که از پذیرش نقص ها خودداری میکنند و همچنین این کتاب برای کسانی که کمالگرایی مضر در اونها زیاده و از کمالگرایی مضر رنج میبرن هم به درد میخوره. و در آخر من از شما میخوام که این پست رو لایک کنید و نظرات خودتون رو به اشتراک بذارید و اگر شما هم با کمالگرایی دست و پنجه نرم کنید نظرات خودتون رو در کامنت بذارید و همچنین این پست رو برای دیگران بفرستید تا اگر از کمالگرایی رنج میبرن با این راهکارها بتونن از اون کمالگرایی خودشون فاصله بگیرن. با سپاس از شما.